خودرویی که از دل جنگ متولد شد و در زمان صلح به اوج شهرت و پیشرفت خودش رسید. خودرویی که هنوزه هم در جنگ‌ها و میادین نبرد استفاده میشه و هم به عنوان یک خودروی لوکس فروخته میشه. همه نام تویوتا را به عنوان یک شرکت پرتلاش و سخت کوش میشناسند که ماشین‌هاش جون سخت و خراب نشدنی هستند. اما در بین محصولاتش ماشینی هست که از نظر مدت زمان تولید رتبه دوم رو در جهان داره. تویوتا لند کروزر. لند کروزر رو تقریبا همه دنیا میشناسن، به خصوص ایرانی ها که از زمان جنگ ایران و عراق تا به امروز انواع مدل های اون رو به یاد دارن. سلام، به کانال خودتون خوش اومدید. در این ویدیو از تولد اولین لند کروز تا پیشرفت آخرین مدل اون براتون میگم. پس اگه میخوای بدونی این خودرو با تولید چند دهه چطور متولد شده و به خودروی لوکس در جاده ها تبدیل شده، تا آخر این ویدیو همراه من باش. جنگ بین دو کره در سال 50 میلادی رو میشه به عنوان سرآغاز تولید این خودرو محسوب کرد. پس از حمله کره شمالی به کره جنوبی در سال 1950، آمریکا به عنوان یکی از متحدین کره جنوبی که ژاپن رو هم در تصرف خود داشت، برای حضور در منطقه به خودروی نظامی نیاز داشت که در منطقه تولید بشه تا مجبور نباشه جیپ‌ها و خودروهای خودش رو از اون سر دنیا به کره جنوبی بیاره. به همین دلیل در سال 1951 میلادی ارتش ایالات متحده سفارش خودروی نظامی را به شرکت تویوتا در ژاپن داد. شرکت تویوتا اولین مدل خودروی نظامی خود را بر اساس خودروی آفرودی جیپ که توسط نیروهای آمریکایی به ژاپن اومده بود طراحی و تولید کرد و اسم اون را تویوتا جیپ BJ گذاشت. در سال 53 میلادی شرکت تویوتا جیپ BJ خودش رو برای استفاده عموم به بازار عرضه کرد. شرکت ویلیس که تولید کننده جیپ در آمریکا بود، به دلیل استفاده از نام تجاری جیپ از تویوتا شکایت کرد. در نتیجه تویوتا نام این محصول خود را تغییر داد و در سال 1955 خودروی خودش را با نام لند کروزر به بازار عرضه کرد. لند کروزر که در لغت به معنی زمین نورده، نام سری محصولات شاسی بلند تویوتا شد که تولید اون بعد از گذشت نزدیک به 70 سال همچنان ادامه داره و اون رو بعد از شورولت سابربن به دومین خودروی جهان از لحاظ طولانی ترین سری تولید تبدیل کرده. نسل دوم تویوتا لند کروزر که در سال 1955 تولید شد، سری 20 نام داشت. ظاهر این خودرو تغییر کرده بود و مناسب برای استفاده عموم شده بود. این خودرو با دو موتور 3.14 لیتری تیپ B مثل سری اول و موتور جدید 3.9 لیتری تیپ F وارد بازار شد. اما در سال 1960 نسل سوم لند کروزر که به نام سری 40 شناخته شد به بازار عرضه شد. این خودرو به نام FJ40 هم نام گرفت. F برای نوع موتور و J برگرفته از واژه جیپ بود. این سری از لند کروزر رو میشه محصول انقلابی نامید که با تغییرات زیادی برای جلب رضایت مشتری ها وارد بازار شد و باعث شهرت جهانی تویوتا لند کروزر شد. جعبه دنده 2 سرعته 4 چرخ متحرک این خودرو قابلیت‌های اون رو به شدت افزایش داده بود. تویوتا بعدها این نسل رو با موتورهای قوی‌تر 2F و 4F تا سال 1980 به بازار عرضه کرد. در سال 1967 تویوتا سری 55 لند کروزر رو معرفی کرد که مشخصات یکسانی با سری 40 داشت، اما برای سواری راحت‌تر در جاده‌ها و خیابان‌ها بهینه‌سازی شده بود. در حقیقت سری 55 خودروی جاده‌ای برای سواری‌های طولانی مدت بود. اما ظاهر این خودرو زیاد مورد قبول عموم مردم نبود و خیلی ها لقب خوک آهنی رو به اون داده بودن. تولید این سری تا سال 1979 ادامه داشت. در ادامه تویوتا سری 60 لند کروز رو وارد بازار کرد که تمام کم و کاستی‌های سری 55 رو از بین برده بود و اون رو تبدیل به یک خودروی همه چیز تمام کرده بود. این سری که از سال 80 تا 90 میلادی روی خط تولید تویوتا قرار داشت، با فرم بدنه جعبه‌ای شکل و سیستم تعلیق بهبود یافته، سواری بهتری رو برای سرنشینا فراهم کرده و عملکرد این خودرو رو هم افزایش داده بود. اما در مورد این سری از لند کروز نکته‌ای وجود داره که اون رو برای ایرانی‌ها به شدت خاطره انگیز کرده. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید تا براتون تعریف کنم. اما میشه گفت اگر به دنبال روح واقعی لند کروز هستیم، باید اون رو در سری 70 جستجو کنید که از سال 84 میلادی تا کنون در حال تولیده. لند کروز سری 70 رو میشه ترکیبی فوق‌العاده از عملکرد آفرودی سری 40 و سواری راحت سری 60 دونست، در عین حال که از نظر دوام و ماندگاری زبانزد خاص و عامه. نسل بعدی تویوتا لند کروزر
به عنوان سری 80 در سال 90 میلادی معرفی شد و نخستین نمونه اون سال 91 میلادی وارد بازار شد. این سری با طول و عرض بیشتر و استفاده از سیستم انتقال قدرت جدید و تغییرات در ظاهر خودرو مورد استقبال خوبی قرار گرفت. در نتیجه تویوتا در سال 1993 با بهینه‌سازی این سری و استفاده از موتور جدید 4.5 لیتری زیر کاپوت این خودرو اون رو جذاب‌تر کرد. این سری تا سال 1997 بر روی خط تولید قرار داشت. اما نکته‌ای که در مورد این نسل وجود داره اینه که سری 80 پایه‌گذار یکی از محصولات مشهور و لوکس تویوتا یعنی لکسوس الیکس بود که به عنوان نسخه گران با امکانات رفاهی زیاد شناخته میشه. با معرفی لکسوس الیکس 450 که بر پایه لندکروزر سری 80 و با امکانات رفاهی زیاد و گرانتر تولید شد، شاسی بلند سری LX هم وارد سبد محصولات تویوتا لکسوس شد. با فیس لیفت و تغییرات گسترده سری 80 تویوتا سری 100 لندکروزر را در سال 97 معرفی و در سال 98 راهی بازار کرد. از جمله مشخصه های این سری میشه به موتور پرقدرت و رویای 4.7 لیتری V8 این خودرو اشاره کرد. نکته قابل توجه دیگه در مورد این سری میشه به افزایش استحکام شاسی این نسل اشاره کرد که باعث شده در کنار موتور پرقدرت و کم استهلاک اون این سری به شدت محبوب بشه، به خصوص در بین ایرانی ها. سری 100 در سالهای 2003 و 2006 مورد فیس لیفت و بهینه‌سازی قرار گرفت تا عملکرد بهتری رو نشون بده. با توجه به علاقه ایرانی ها به خصوص جوان ها به این خودرو که در ایران بهش لقب حضرت دادن، در کامنت ها برام بنویسید کدوم سری از این لندکروزر را شما دوست دارید. اما لندکروزر سری 200 که یکی از مشهورترین نسل‌های این خودروه و 13 سال بر روی خط تولید تویوتا قرار گرفت. این نسل از لندکروزر که در سال 2007 معرفی و عرضه شد، در واقع نسخه بهبود یافته از سری 100 که به مرور زمان تغییرات بیشتری بر روی اون اعمال شد. سری 200 هم مثل نسل قبل خودش دارای شاسی بسیار مستحکمیه و در عین حال از یک موتور 5.7 لیتری V8 و گیربکس 6 سرعت بهره میبره که قابلیت عبور از هر مسیری رو به اون میده. این سری در سالهای 2012 و 2016 فیس لیفت شده و از نظر ظاهری و آپشن‌های رفاهی ارتقا پیدا کرده. اما با کاهش فروش لندکروزر به علت پلتفرم و زبان طراحی قدیمی نسبت به رقبا، تویوتا آخرین سری لندکروزر یعنی سری 300 رو در سال 2021 با تغییرات زیادی در طراحی ظاهری و فنی و بر روی پلتفرمی جدید معرفی کرد، با امید اینکه بتونه این محصول رو به جایگاه قبلی خودش برگردونه. در این نسل برخلاف نسل‌های قبل از موتور 8 سیلندری خبری نیست و به جای اون از یک موتور 6 سیلندر 3.5 لیتری توربوشارژ استفاده شده، موضوعی که دوستداران وفادار این خودرو را ناامید کرده. ولی به هر حال استفاده از پلتفرم جدید، طراحی بروز و امکانات رفاهی زیاد، این سری تونسته تا حدودی افت سالهای قبل خود رو در فروش جبران کنه. هرچند با گذر زمان این خودروی مستحکم تویوتا مثل قبل دیگه محبوبیت نداره، ولی نمیشه از تأثیر این خودرو در دنیا چشم پوشی کرد. خودرویی که هم محبوب خلافکارا و تروریست هاست و هم مورد علاقه یگانهای نظامی و پلیس. خودرویی که هم سلاح برای اون سوار شده و هم چراغگردون آمبولانس برای خدمت رسانی. ماشینی که هم برای جاده‌های صعب العبور کار طراحی شده و هم لوکس و راحت برای مسافرت‌های طولانی و دلنشین. همه این خصوصیات با هم فقط در یک خودرو امکان پذیره و اون هم تویوتا لندکروزر. اما شاید ایرانی‌ها به خاطر حضور چشمگیر و خدمت رسانی گسترده لندکروزرهای سری 60 و 70 در زمان جنگ ایران و عراق بیشتر از سایر مردم دنیای خود رو براشون جذاب و خاطر انگیزه. زمانی که این لندکروزها در نقش آمبولانس، خودروهای نظامی و خودروهای خدماتی از جاده‌های صعب العبور و سخت مناطق جنگی عبور و کمک زیادی به ایرانی‌ها در اون روزهای سخت می‌کردن. ممنون از نگاه پرمهرتون. اگه این ویدیو براتون جذاب بوده با لایک و سابسکرایب ما را در تولید محتواهای جذابتر حمایت کنین و ویدیو بعدی ما را از دست ندین.